به نام خدا. خسته نباشید دوستان، وقتون بخیر. با تحلیل دیگه در خدمتتون هستم، تحلیل شماره 2 نسبت به بقای منطقه و جهان و مخصوصا جنگی که فعلا در اون هستیم و نسبت به اون میخوایم صحبت کنیم. تحلیل امروزمون آینده ایران هستش و تکرار دوران سرافراز هخامنشیان در ایران. تئوری که دوباره تاریخ داره اون رو تکرار میکنه و این تحمیل تاریخی داره به وقوع میپیونده. خب بیانیه‌ای که آقای لاریجانی ساعتی پیش منتشر کردن ناظر به همین قضیه هستش که ایران گام‌های بعدیش بعد از اینکه این جنگ خاتمه پیدا کنه به چه صورت خواهد بود، ناظر به این قضیه است و من این بیانیه رو از رو میخونم که بعد از اون نسبت به این بیانیه مهم ما تحلیل داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی. 1. ایران با یک تهاجم فریبکارانه آمریکایی صهیونیستی، آن هم در حین مذاکرات، مواجه شد که قصد آن تجزیه ایران بود. رهبر بزرگ و فداکار انقلاب اسلامی و تعدادی از مردم عادی و فرماندهان نظامی را به شهادت رساندند. لذا با مقاومت ملی و اسلامی ایرانیان مواجه شدند. 2. می‌دانید که جز در موارد نادر، آن هم در بعد سیاسی، هیچ یک از دولت‌های اسلامی به کمک ملت ایران نیامدند. اما ملت ایران با اراده قوی دشمن نابکار را سرکوب کرد، به نحوی که امروز دشمن نمی‌داند از این بنبست استراتژیک چگونه رهایی یابد. 3. ایران به راه مقاومت در مقابل شیطان بزرگ و کوچک آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داد. اما آیا رفتار دولت‌های اسلامی با سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند اگر به فریاد مسلمانی تجاوب نکنید مسلمان نیستید در تناقض است؟ این چه مسلمانی است؟ برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و گفتند چون ایران پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا و اسرائیل را در آن کشورها هدف قرار داده پس ایران دشمن ماست. آیا این ایران باید دست روی دست بگذارد که از پایگاه‌های آمریکا در کشورهای شما به ایران حمله شود؟ بهانه تراشی می‌کنند. در یک طرف نبرد امروز آمریکا و اسرائیل هستند و در طرف دیگر ایران مسلمان و نیروهای مقاومت. شما در کدام طرف قرار دارید؟ 5. به آینده دنیای اسلام فکر کنید. می‌دانید آمریکا با شما هیچ وفایی ندارد و اسرائیل دشمن شماست. دقیقه‌ای به خود و آینده منطقه بیاندیشید. ایران خیرخواه شماست و قصد سلطه بر شما را ندارد. 6. وحدت امت اسلامی با همه قدرت میتواند امنیت و تعالی و استقلال کشورها را برای همه تأمین و تضمین کند. بنده خدا علی لاریجانی. خب این بیانیه بسیار مهمیه. یک مانیفستی که آینده ایران رو در منطقه مشخص خواهد کرد و نشون خواهد داد که استراتژی ایران در منطقه بعد از این جنگ چگونه خواهد بود. برگردیم به تاریخ گذشتگان و نیاکانمون. ما تو تاریخ خوندیم که در امپراتوری هخامنشیان که اولین امپراتوری منسجم در دنیا بود، استراتژی اونها چی بود؟ اونها به قدری عدالت گستر بودن و عدالت محور بودن که ملت‌های تحت ظلم مجاورشون استقبال کردن از اونها و دروازه ها رو گشودن تا اونها وارد بشن و اون عدالت گستری رو برای اونها هم به ارمغان بیارن. دقیقاً اتفاقی که الان با این بیانیه زمینش قرار مهیا بشه. یعنی چی؟ آقای لاریجانی روی صحبتش مردم منطقه است و از اونها خواسته که عملاً حاکمان خودشون رو سر جاشون بنشونن و با ایران همراه بشن در بیرون راندن
نیروهای شیطانی که در منطقه وجود دارن و قطع به یقین این استراتژی برنده است. این استراتژی بارها تکرار شده و جواب داده، چه در زمان هخامنشیان، چه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و چه در زمانهای دیگر. این که مردم منطقه در سنوات گذشته و در سالیان گذشته از وجود و حضور این شیاطین انسان نما بسیار ناراضی و دلخور هستند بر کسی پوشیده نیست. حتی انقلاب‌های بهارهای عربی در سنوات گذشته هم شاهد بر این موضوع و ناظر بر این موضوع. و عملاً آقای لاریجانی با این مانیفستی که اعلام کرده داره آینده منطقه رو ترسیم میکنه، آینده‌ای که در اون دیگه حکام سرسپرده جایی ندارن و حکامی قراره روی کار بیان که به انتخاب مردم آزاده منطقه سر کار میان و همسو و همگرا با ملت ایران و حکومت ایران خواهند بود و به واسطه این موضوع این منطقه از دست این شیاطین نجات پیدا خواهد کرد. و انشالله نسبت به این موضوع در روزهای گذشته ما صحبت‌های گسترده‌ای خواهیم داشت. حالا برگردیم به تحلیل منطقه و شرایطی که الان درش وجود داریم. ببینید خب با اتفاقاتی که الان افتاده و تنگه هرمز بسته شده، شریان انرژی دنیا قطع شده. یعنی الان انرژی به سمت اروپا و کشورهای آسیای شرقی شریانش قطع شده و صنایع اونها در ادامه و در روزهای آینده متوقف میشن و استوب میکنن. خب این باعث یک فشار فزاینده‌ای به اقتصاد جهانی خواهد شد. مکمل اون چی هستش؟ مکمل اون بحث کشاورزی هستش. ما فقط از این تنگه قرار نیستش که نفت صادر بشه، خیلی مسائل دیگه مثل کود، مثل اوره از اینجا صادر میشه. 30% اوره جهان از این منطقه صادر میشه و الان متوجه میشید که چرا در سالیان گذشته چین سوله هاشو مملو از مواد غذایی و گندم و جو و ذرت و اینجور چیزا کرده. یعنی پیشبینی این قضیه برای چین قابل تصور بوده که یه همچین اتفاقی خواهد افتاد. چرا که خب اون تئوریکای کشورهای به قول معروف نوظهور من جمله ایران، روسیه و چین در پشت قضیه این رو با هم بستن. اگر شما فکر میکنید که اینها غافل بودن نسبت به این موضوعات، کاملا در اشتباهید. این یک پلن عملیاتی هست برای پایین کشیدن کشور آمریکا از سلطه جهانی و زوایای مختلفش الان داره مشخص میشه. در وهله بعدی و عنقریب هستش که تنگه بعدی مهم که همون تنگه ای هستش که در دست سربازان شجاع و مجاهد انصارالله یمن هست بسته بشه. خب اگر این تنگه بسته بشه چه اتفاقی میفته؟ اقتصاد دنیا دیگه رسما فرو میپاشه. اقتصاد دنیا که دریا محور هست با بسته شدن این تنگه هم فرو میپاشه و بعد از بسته شدن این تنگه مهم استراتژیک محصولات غذایی هم دیگه نمیتونه جابجا بشه توی دنیا و دنیا ناچار هست رو بیاره به استفاده کردن از کریدورهای زمینی و کریدورهای باستانی من جمله کریدور راه ابریشم و عملاً مجبوره که از کریدورهای زمینی استفاده کنه ولو اینکه ناامنی در منطقه وجود داشته باشه. یعنی دنیا ناچار خواهد بود که رو بیاره به سمت استفاده از کریدورهای باستانی و این باعث میشه که قدرت ایران و اون اهرم فشارآوری ایران 2 برابر بشه. نه تنها تنگه هرمز رو داشته باشیم بلکه قلب تپنده کریدور راه ابریشم هم در دست ایران هست. یعنی ایران 4 راه زمینی دنیاست. شرق و غرب عالم رو، جنوب و شمال عالم رو به واسطه برتری ژئوپلیتیکی که داره در جهان به هم متصل میکنه و این اهرم دوم برای ایران زاییده میشه و متولد میشه و ایران میتونه
قدرت بلا منازع در دریا و زمین باشه و این بسیار باید تبریک گفت بابت این موضوع به افرادی که به متفکرانی که این استراتژی رو چیدن و الان در حال اجرای اون هستن و با تمام وجود من بهشون احسنت میگم، با تمام وجود خوشحال هستم که ما یه همچین انسانهای متفکری داریم که یه همچین استراتژی های واقعا پیچیده و عملیات اون رو بتونستن انجام بدن. ببینید خیلی سخته که شما با تمدن شیطان صفتی مثل آمریکا بتونید به این صورت قهرمانانه وارد نبرد بشید، ضربه های اساسی بهش بزنید، ژئوپلیتیک منطقه رو به هم بریزید، اون کریدورها رو به هم بریزید، نبض اقتصاد جهانی رو در دست بگیرید و یقه‌شون رو در چنگتون بگیرید و اونها رو به زیر بکشید. الان دقیقا این اتفاقات داره میفته و من بسیار خوشحال هستم، قطعا شما هم مثل من خوشحال هستید که داره همچین اتفاقاتی میفته. انشالله که در آینده نه چندان دور خواهیم دید که مردم منطقه، مردم آزادی خواه منطقه، مثل بهار عربی که سنوات گذشته اتفاق افتاد، دوباره مردم قیام خواهند کرد و این حکام دست پرورده غرب رو به پایین خواهند کشید. حکامی که دیگه کسی نیست ازشون دفاع کنه، دیگه پایگاه نظامی وجود نداره که بخواد از اینها در منطقه دفاع بکنه از اینها و اینها از کرسی خلافتشون پایین کشیده خواهند شد انشالله و مردم آزادی خواه منطقه به جریان مقاومت خواهند پیوست و این خیلی دور نیست و انشالله ما این رو در آینده نزدیک خواهیم دید. این تحلیل رو در همین جا به پایان میبرم. ممنون میشم که کانال نظامی ترین رو دنبال کنید. من سعی میکنم هر روز تحلیل هایی رو نسبت به موضوعات منطقه داشته باشم و اتفاقات مهم رو براتون تحلیل کنم. ممنونم، وقتتون بخیر باشه.